سلام. این کنگینه است. نگهداری انگور بر روش سنتی یا وطنی بگه. در زمانهای سابق در شمال افغانستان او وقت امکانات بسیار کم بود. یخچال نبود، سردخانه نبود. در می وقت انگور که انگورا پخته میشد، انگورا میرسید، بر علاوه از اینکه مردم ما انگور تازه را میخورد، در وقتش باز در آخرای انگور میگرفتن انگور در بین گل میماندن. یعنی یک دو سه ماه در بین گل میماندن. باز وقتی که زمستان میشد، باز از هوا مکمک برف میامد، در صندلی میشیشتن، در چهار پرتی صندلی باز کنگینه را میاردن، در سر صندلی میده میکردن. این بازدگان موجه انگور تازه را میکشیدن، از بین کنگینه میخوردن. در بین گل باز یک هواگه که است که نه زیاد سرد است و نه زیاد گرم، هوای معتدل است. یک دانه که ما هم گرفتیم، مگه تو معلوم نمیشه، اما بخت و طالع ما دیگه ببینیم که چی میبره. شمس‌الله جان هم هست اینجا، کسی که اینمی ها را آورده سودا میکنیم کنگینه رو. شمس‌الله جان جور هستی؟ سلام علیکم. سرت خوب است؟ جانه که جور است؟ بخیر هستی؟ قربان سرت شم. شکر الله شکر که جور نیست. سلامت. با عزت بگی. تو بگی مایده که ما طالع مایده میکنیم. کنم آه اینمی جا یک دقیقه زمین بانش. یا بسم الله. بسم الله گفتن. وقت کم طالع نخواد باشم. نه دیگه طالع من نسی، بیا توکل به خدا لالا پیش. که چی میبره؟ واه 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 واه. یک پفکش میکنی که یکان ذره خواه گرفته دیگه. بیشک تازوله اینا بچه مرا می کم طالعستی. اما کم طالعستم. بیشک تاز مزه کو دیگه. مزه کو بگی دیگه. نوشک جان. تو مزه کو. یک دانش 100 روپیه است. ارزانه دیگه. ارزان است تا خوبه. دیگه وقت در 100 روپیه انگور بخوری دیگه. کلام گپ است. تر تازه انگور. تر تازه. از وقتش هم کدام مزه هم شیرین. قربان سر این انگور طایفی میشه دیگه. قربان سر. تشکر شم. بخیر باشید. اینا. اینیام کنگینه.